وای 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 حالا هم هجری میگوید. ای باز از اون زن اسمس اومد. ای با چشمانم باور نمیکنم. چی شد مادر؟ ای این بار انیق از اوی خلاص شدیم. ای شما رو هم در تویمان انتظاریم. هجری تو این کار رو با من چخیل کردی ها؟ چخیل با آن دیوانه در یک میز نشسته یا؟ باز در نزدشون شم است. با این رسم نگاه کن بسیار بد است. ای دخترم با کجا میروی؟ از برای خودو چقدر خوب شد که از او انیق خلاص شدیم. ای دخترم ایست سنم کجا میروی؟ سنم ای سنم مغز چازه خیلی جان بادام پیستا چای میخری؟ خیلی چیکار کنیم دیگر؟ کار و باری ما ثروتمندان همین خیلی است. زبید جان با ما خانه رو نشان نمیدی؟ البته نشان میدم. از کجا آغاز بکنم؟ از حجره رختی خواب. دیدی چی میگه؟ سپالی تانی شما که میگه یکم از جای خوب سر کنه بزیب نمیشوه. بیا ماله شیرینه که خودت بگوی جان. معقوله شد. زبید را خوشش آمد. سپالی من نشانو بتونم تمام؟ خیلی بخیر رفتیم. بریدی رفتیم یه جانب مراد در اینجا خوب بود برده است. بخیر در بالا سپالت خوب که ای بلا میدونی. خیلی تیز که حرکت کن. رفتیم طرف خونه. بیا میرویم. مایلش یک دو درک دارم عبدالجبار نام دارم مثل محمد صلاح فوتبال بازی میکنم ولی خطی عبدالجبار شناسان میکنم. بخشش کم در دماغم محکمت. اوزه ما قطعی خود در این طرف میگلیم. مایلش مراد شما در اون طرف بگلید. استراحت. یعنی حجره ما اونجا است؟ آفرین دختری با عقل بوده. این خیلی باشن ما رو بسیار منتظر نکن. من زود میایم. بای تو رو همین دخترک بدا معقول شید. قد قومتش نمگم نیست. از حد نگذران در عملیات هستیم. ببین اینها در حجره امان کامیرا گذاشتن میخواهند. گویا که ندیده ای صمیمی و گرم مناسبت کن. بعد از حجره برو. وقتی اینها ما را شانتاژ کردن میخواهند دستگیرشون میکنیم. از خود نروی باز. این مراد از دهنت بوی بخیلی اومده است. اگه دیدی که هم دخترک خشنما در غلطی درم علامت میکنه قهر میکنه. بخیلی سبسته نگوی. 100% بخیلی کدیسته. سبسته نگوی. خیلی تمام. رو خیلی جوره استراحت کن. مایلش با دقت باشه ها. تمام. ببین باز عملیات را محو نکنی ها. ای برگوشه. خیلی از خود نروی باز. بیزار کدی. آه مراد چه خیلی باور کردی تو. مگر من به زینب خیانت میکنم؟ زینب رو به این شانتاژی عوض میکنم مگر؟ کنی بیا گلجی. بشو ایجا زبید گلجی جانم. چی خیل هستی؟ بخدا 100%. تسازی گلجی؟ من هم خوبم. زلفکو تنمتی در بروتم کلکنم. تشکر جانم. باید مرا برو زبیته یا و نه؟ تو بسیار زبیده است. ای دختراست میگوی؟ میگم من موشتر ما دراش کنم. بیا بخوابیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گلجی بیا بریم خونه دیگه اونجا سپالش ملایم تره. رفتیم بیا اونجا جای بسیار خوبه. بیا خفه ما بیا. من حجره را بسیار معقول کردم. بیا همین جا ایستیم. بیا اینجا. ولی میخواستم همین بود. رها کن. ما یک اونجا نمیرویم. همین جا میستیم. گلجی بیا دیگه خونه بریم که جسیایی دارم میترسم بابا. نه همین حجره زیباتر است به فکرم. دیوار اونجا ملایم تره. نه این حجره بسیار زیبا است. بیا چکار میکنی؟
نکی خیلی وجدانی دارم، نکی چک دارم. التماس یگان مرا رد کردن نمیتواند. مراد بگلجی جان مالی با شما خدم میکشم، وجدانی سالم خدم میکشم، التماس نرسم. گلجی جان گلجی بس گلجی اینا چیکار کردی؟ شیرین نکم اصلاکم کنی لباسهایت را برار خنک میخورم. اینجا یعنی آخر هوا خنک از خنک میخورم. خوب هستی؟ بیا خیلی من خوبم. بیا جونکم خوبم. چیکار میکنی؟ کنی برار من بینم. خوبم. کنی برار یک دقیقه ایست خیر. حالی لباسم رو میبرم. زبید من یک زبید رو ببینم. تو سه حساب کن میایم. منش یک دو سه. گلجی سرم بته. بیا کجا میروی؟ زبید داد میزند. ایست. با کجا میروی جانم؟ زبید این آدم یک ساعت داد زده سر دست جا که نمیتونی کار کن. زود با اینجا بیا. نمونه من گلجی. برو چکارش کنم یکون توصیه میتی؟ برو بگیرش که بخرم. بیا در رو. مراد زبید همین عروسی من با فکر کرونا ویروس دارم. معلوم است زبید. باور که با یک غذا پیش گرفتم آمدم. من نتوانستم. زبید در دستت چی است؟ تو چی در؟ دیده ایستادم. تو خوب هستی همکار؟ یگون میدان خوب نیستم. ندیدیسته؟ نمایان است زبید. یگون کار کردن لازم است زبید. آنها را بالای گناهشون دستگیر میکنیم. اینا چیکار میکنن مراد؟ همکار پیشکی میگویم که نیت این دخترها بد است. با فکر مزاگان بلومان نکنن. نکنه. آماده ایستادن چیکار میکنیم؟ نه من با زینب خیانت کردن نمیتونم. من اصلا با زینب خیانت نمیکنم. یعنی نامی زند زینب است. زند نو یادت آمد؟ نه دویم در یاد با این حوزی در پیش رو مای زینب. ما را بهوده به اینجا دعوت کرده. نکنین این کارتونم مایزا میکشم. التماس زبید گلجی ما در باری مراد خواب میکنم، در باری تنه. خیلی خوب است. یک جای میخوابیم. بخدای کاری کردگی در چرچوبه قارون بیرونه. نفس کشیده نمیتونم. تو نترس. علبوجی اومد. نکه که بوی طلب خیلی دوریست. زینب جان بخشش بپرسم. نه نکن. دوریست. چی قدر باز در حجره منه. مراد بگی اما کجا که مراد بیایم با باید نکن. میکنم. زینب زینب فکری بزیب نکن. ای بازن هایشون آمدن. آدم های کلاس باورم نمی آید. زینب بزن بکشش برو هم ققمی داد. کنی تو رو بینم. مار با تو بعداً گپ بزنم. اینجا ایستا. آخر با این زنها چه خیلی با ما خیانت کردید ها؟ زینب دخترها گرفتن زبان. یک خیسته. آخر باز عملیات رو برباد داده. حالا هم عملیات نگویی. کن اینجا بیا. ای دخترم ایست دخترم. مؤذین ارزشت رو ندارد. به این هم تو جنگاور داری کو؟
ҳар дуятонро мепаронам. ин хиёнатро беҷазо намегузорам. ай سرده میگم کلی بیده میگویم اتون نمیدهد. بدش گیر. از این پس چی مال و پولی که جمع میکنید با دامادی بابای قادر میدید، یعنی با من میدهید. فهمیدید؟ فهمیدید؟ فهمت تو؟ من کیم؟ جنگاور. من کیم؟ جنگاور. کیم؟ جنگاور. یازتون کیه؟ جنگاور. همجا شنه که زور گفتین. اکو گمشین. رخصم از اینجا. دیگه نبینم تون. زودتر باشید. سامی دیدی مردکای کلو همسین سوالی پدر من چی گریختن. ها باشه دا یک روز خدا میلیاردر مکرده ایره بین چی گریختن یو. بسیار بازیگری خوب هستی. ها باشه 5 سال اینستی سند خوندگیم. چی فکر کردی؟ ای جنگاور. نبای؟ این ابله‌ها از کجا پیدا شدن باز؟ جنگاور دامادم. خیریه جاروبش در دستش نیست؟ ای دامادم، تو به خونه ما نآمدی. من از تو سخت رنجیدم. چرا نآمدی؟ شیرینشا نغزی سازی. ها جنگاور تو در کجا هستی؟ در کجایی؟ بیا با دستانی خودم تو را بکشم. بیا پسرم به خونه‌مون میرویم. بیا رفتیم. جنگاور؟ چی گفتی؟ اوه خدا کانون. مادر جان ماهوی خوردم. جنگاور ایستا تو را میکشم. ای دامادم، به کجا میروی تو؟ ای سنم، زود به پلیس زنگ زن دخترم. این کنعانی دیوانه دامادم رو میپراند. مگر او جنگاور نیست؟ خودش رو نجات میدهد. ای دخترم آخر وی سلاح دارد. نمیشود. آخر من میروم. ایست به کجا میروی مادر؟ آخر من میروم او رو نجات میدهم. دامادم ایست مادر. عشقش دگر کندم رفتم باره آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من. عملیات را برباد دادند. اکنون با سردار چی میگوییم؟ یا خدایا یا رسول خدا. استاد هجری؟ سلام علیکم. برای چی در اینجا تنها نشستید استاد؟ علیکم سلام هجری. چی کار کنم؟ کمی غمگینم. چی کار کردید استاد؟ زهرا رو پیدا کردید؟ یا اینکه شما برای همین زیخ شده اید؟ نه پیدا نکردم هجری. استاد از درونم صدای میگوید که ینگه زهرا رو به نزدیکی مییابید. شما غمگین نشوید. انشالله خدا شما رو زود به هم میرساند. آمین هجری آمین. کمیسر کنانی دیونه شوکت رو میکشد. شوکت چیکار کرده است؟ امروز شوکت لباسای جنگاور رو پوشیده خیرات جمع آوری کرده ایستاده بود که لباس جنگاور رو؟ ولی کنعانی دیوانه چرا جنگاور رو کشتن میخواهد؟ نمیدونم. با فکر من میدونم. چی رو میدونی؟ سایرم با جنگاور رو شیخ شده است. کنعانی دیوانه از این خبردار شده عصبی شده است. کنعانی دیوانه انیق شوکت رو میکشد. چی؟ در کجایند آنها؟ آخران بار در اون کوچه پایان دیدم که شوکت رو تعقیب دارن، یعنی از پسش بدن.
شو سروسی ما نشود. بیاید این خیل میکنیم. چه خیل؟ سمی بسیار ترسانچک بوده ای. اوی جانگوار نزن اینم چوی سیاه بزنم. من جانگوار نیستم. اگر من جانگوار میبودم شما را میزدم. بچه قسم خورم. سردیه دورا سردیه گفتم. چی شد؟ از ترس دیگر همه جنبه شق شده ها؟ تلقر شده ها؟ دودمی طرفی راستش از من. فهمیدم جنگاور. بیایید. بزن تو بدبختو مرا زدن کردن. شما به شبی خوش رو جان خواب کنید ها. برادر جانی خودمه. پایان فرود. یک بار سرت رو در بالا نگذار. برادرم من چیکار کنم؟ من از کجا میدونم که کانون دیوانه با جنگاور اینقدر دشمن است؟ جنگاور تو این کانون دیوانه را چیکار کرده؟ نمیدونم. خیر کار شدگی شد. حالا که کانون دیوانه ناآمده است بیا از اینجا میرویم. دیگر لباسهای جنگاور رو نمیپوشی. بیا خطرنگ مسلم جان شوین نگیر. تا بازی جنگاور بیا میرویم. این جنگاور اینجا میشناسی؟ پس کن حاضر این گپا رو گریختیم. جنگاور در کجا هستی؟ تو رو میکشم. ایست. مونده شدم. ای سنم مگر میخوای اون کانونی دیوانه دامودی مرا پرونده کشد؟ این خیل نمیشود. من با پلیس میروم. مادر چه پلیس ها؟ تو به خونه رو دخترم. زود باش به خونه رو. اوف دلم رو جنگاور دامادم از گفتنی های مادرم گرفت است اکنون. همش از پشت هجری است. هجری آخر تو چی خیل با سیرم دیوانه در یک میز می نشینی؟ حساب همه این رو یک بر من می دهی. مایداچم زنگ میزند. الو سنم جان. هجری؟ سنم جان؟ مرا سنم جان نگوی. مایلش سنم جان. آخر تو با سیرم دیوانه چی خیل در یک میز می نشینی؟ باز در نزدون شم بود. زود به من جواب بده. مایداچم چی میگویی نفهمیدم. ایست به تو میفهمونم. مادری تو با مادری من رسمی که در کافه با سیرم نشسته بوده فرستاده است. اوچه آن رسم رو میگویی. وای ما اونجا وای را صحبت داشتیم. وای اخیر چی را صحبت داشتیم؟ وای سنم یگان چیزی مهم نیست. وای بود که سیرم دیوانه ما با جنگاور عاشق بوده است. چی؟ با جنگاور عاشق بوده است؟ بله با جنگاور عاشق بوده است. جنگاور من هستم. یا خدایا با من کمک بکن. خیر خوب و کی عاشق شده است؟ کی عاشق شده است؟ دی شب آخر. دی شب؟ سوپر شد. هجری از اون دیوانه قشلاق جانمون خلاص شد کو؟ بله خلاص شدیم. هجری؟ او رو دیدم. کی رو دیدی سنم؟ حاضر من با نزدش رفته با او میگویم که دیگر مرا ناراحت نکند. سنم تو کی رو دیدی؟ کی تو رو ناراحت میکند؟ هجری؟ سنم از تو میپرسم کی تو رو ناراحت میکند؟ سنم گپ زن آخر خواتیرم کردیای. کی تو رو ناراحت میکند؟ دستت رو بردار هجری. چی؟ با تو گفتم دستت رو بالا کن. یا خدایا سنم این چی علاقه دارد؟ هیچ نفهمیدم. انا برداشتم. نه غیر امکان است. هجری؟ لبای سنم هجری مگر تو جنگاور هستی؟
بله سنم، من جنگاورم. هجری؟ خوب، ولی چرا نقابت را کشیدی حاضر؟ چهره‌ات را من دیدم، اکنون میمورم یعنی؟ ها؟ نه من نمیمورم. حالا من برای مردن جوانم. سنم؟ با این کارها زهرایم را چخیل میابم. او فکر میکند که من او را دستگیر میکنم. دیگر روبرویم نمیبراید. نوشی جان. تشکر. یا خدایا، این کی باشد باز؟ گوش میکنم. الو، شما ملیس شانلی هستید؟ بله منم. شما کی هستید؟ من زینب. نشناختی مرا؟ زینب؟ دخترم کی من. سالها گذشته تو دیگر مرا نمیشناسی ها؟ من هستم زینب شانلی. چخیل؟ خوش گوش کن دخترم. این هفته از آلمان به ترکیه می آیم. تو رو و ینگم را سالهاست که ندیدم. شما رو دیدن میخواهم. زینب شانلی؟ میلیس، این منم آخر زینب. خیر، پول را سپارم و روم. یک لحظه ایستید. کسی باشد نباشد، اما شما زینب شانلی بودن نمیتوانید. چرا به تو دروغ میگفتم میلیس؟ شما زینب شانلی نیستید. مرا مسخره کرده ایستاده اید. این کاری شوخی نیست آخر. من زینب هستم آخر. گوش کنید، زینب شانلی همین جا است. چرا دروغ گفته ایستاده اید؟ شما کی هستید آخر؟ بگویید. زینب شانلی در اونجا هست؟ این چخیل می شود؟ من هستم زینب شانلی. نفره که در اینجا است زینب شانلی است. آخر چرا شما دروغ میگویید؟ چی میخواهید؟ در اصل همون نفری که خودش را زینب شانلی شناس کرده است او دروغ میگوید. میلیس، نسبت اون زن با دقت باش تا بازی دخترم. میدانستم آن دختر چیزی را پنهان میکند. یعنی با شناسنامه ساخته به خانه زهرا آمده است. زینب؟ اگر زینب شانلی نباشد و یادم کی است؟ دوست داشتم زیو. امروز آن کمیسری بشر خودش را زیو گفته شناس کرد. خواست که مرا فریب دهد. اگر می دیدی چخیل او در روبرویم ایستاده گریه کرده میخواست که من به او باور کنم. پروا نکن دوست داشتم. من آن بیشرم را دستگیر کرده می افتانم. تو در قلبم هستی. آرامانه بخواب. برای من خواطر مباش. دوست داشتت زهرا را هیچ کس نمی رنجاند.
ملیس چیزی شده است؟ کی هستی تو؟ از تو میپرسم کی هستی تو؟ تو زینب شنلی نیستی. جواب بده کی هستی تو؟ با پلیس زنگ میزنم. ایستو لازم نیست که زنگ زنی. به این هم خودم گفتنی بودم. چی رو با من گفتنی بودی؟ ها؟ چی رو؟ این سیر رو پنهان کردن دیگر معنی ندارد. کی هستی تو؟ ملیس من زهرایم. نیست. اینجا چی باشد؟ این روزنامه زهرا است؟ این روزنامه در اینجا چی کار میکند؟ این 2 سال پیش گم شده بود. نه، تو زهرا بودن نمیتوانی. این غیر امکان است. تو زهرا نیستی. میدونم. با این باور کردن مشکل است. چهرم عوض شد. اینقدر وقت گذشت. ولی حقیقت همین است. من زهرایم.
امروز آن کمیسر بیشرم باز خودش را زیاد شناس کرده مرا دستگیر کردن خواست. پروا نکن دوست داشتم، به دست آن کمیسر بیشرم نمیافتم. تو در قلب من هستی. به راحت بخواب. دوست داشته از زهره را هیچ کس نمیرنجاند. عشقش دگر کندم رفتم باره آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من با کانال شاهناز مدیا ابونه شوید و گذاشتن لایک رو فراموش نسازید. مرکز آموزشی کبیر سکول برای خویشمندان جهت آموزش زبان‌های بانفوذ خارجی از جمله انگلیسی، روسی، خیتایی، کوریایی، آلمانی و ترکی را به راه مانده است. علاوه بر این در این مرکز کورس‌های آموزشی برنامه‌های کامپیوتری و محاسبی با برنامه 1S نیز تعلیم داده می‌شود. اینچنین به داوطلبان کورس‌های مخصوصی تیاری برای از خود کردن سوالنامه‌های تستی جهت داخل شدن به مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی، کالج و آموزشگاه‌های جمهوری و
хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд.